سلام بچه ها، خیلی خوش آمدیم. مستر ناچو هستم یا مقاله دور معروف ایتس مستر رایدر. اومدیم تو این ویدیو خیلی معروف، نه مثلا 20 ساعت داشته باشه، 30 ساعت داشته باشه. اومدیم ویدیو فقط ویدیوش دیگه همه. الان اینجا بهتون پلی میدم و خوب دقت کنیم. ما الان اینجا اومده بودیم که اوکی، حالا ما جای ساعتو زیاد میکنیم. من اومدم پیک، هیچ کس نیومد پیک، یعنی نکن تکی اومده بودم. دوستم وی بی کینگ ابول اسمش، حالا اومدیم حالا کیف کنیم. حالا این نبیم مثلا 10 سال صدا پا میگیرم میبینم حالا با سفیده که هستش، اون یاره ویدار است. بذار بهتون بگم ویداره رفته بوده اینجا. خب اینجا خب بخار همین این یاره ویداره است. این یارو میکشن. خب نه تکی اومده بود، نه تک به 4 اومده بود، یارش نبود. اینا که اینجا بود یارو فکر میکنم اینجا همینجور انمی دقیقا میزنیم دیگه. اینجا تک به 4 جا بود یا نبود من نمیدونم. اینجا یارم میمیره. اینجاست که فهمیدم یه نفر اینجا کیل کرد، فهمیدم یه ویدا تو بازی هستش، ولی خب سریع رد شد، متوجه نشدم من. الان یار ویدا راست فکر کنم، نه تکی اومده نمیدونم. اینا اینجا خیف میکنم، خواستم برم بیارم بدم عبد دوستمو. بعد اینجا ما ذره سریع جلو میزنیم. اینجا ابول یعنی فیلم میزنه. بعد اینجا میگم ابول ویدار. بعد میگی ویدار چیه؟ یعنی ویدار کسی که یوتیوبره یاره یا ها. و اینجا میگی ما جان داشت میگم ابول اینجا ویداره. میگیم اوکی. من اینجا میرم اینجا دور بر میچرخم. یعنی خلاصه الان چالش نگاه کردم 22 سال بیشتر نداره. تو تیک تاکش رو هنوز متوجه نشدم، چون یوتیوب بیشتر موقع عربا تو تیک تاک خیلی معروفه، نه تو چیز. الان اینجا یه زمین چرخم، اینجا رفتم ویدیو بگیرم، ویدیو رو بیارم. ابو اینجا منتظر بود. کجا داری میری؟ چرا تو چپ راست میشه؟ اینجا رفتم ویدیو رکورد کنم، هنوز باگه. اینجا میگه اونجا اسکنر میگیم اوکی بریم. خب بریم. بعد اینجا میریم، همونجوری که داریم رد میشیم. بعد یه میبینم یکی اومده اینجا. خب اینجا دیدمش، سری وکونگ شدم، تی نزدم، هیچ غلطی نکردم. من اومدم اینجا، خواست من رو بانده خالی کنه، ستیشش خطا میده. اینجا وای میستم، بعد بف میکنه، بعد دورم میزنه. اینا سیم کریکو رو ما میزنیم. اینجا فقط در از خنده گفتم بزنیم، یعنی فیشا بخوره. البته نه آدم فوش بدیم، فقط ما اومدیم خفتش کنیم. خب حالا ما بریم تیک تاکش رو نگاه میکنیم. اول میریم از یوتیوبش تا اینجا، بعد دیگه آخرش دیگه من فقط زدم از یه حرفو. بعد ما میریم چیز میکنیم. اول از همه بریم ویدئویی که خودم گرفته بودم نشون میدیم. بعد میریم اینا شش اینجا ویدیو رکورد کرده بودم، صدام نمیومد. اون بره در راه میریم. چرا این ور اون ور میری؟ چرا این ور اون ور میری؟ اون ور پیکه پهباد داد. اون ور پیکه پهباد زده. صدای خودم بسته بود، چون صدای خودم نتونستم رکورد کنم. چرا داری؟ نه صدای خودم داره صحبت میکنه. نه بعد اینجا خالی کرد، نتونست بزنه. تکی اومده بود. بعد اینجا بف کشتم، یارم زد همین. بعد اینجا دست خنده بزن
اینم از این. داره میخنده، دست خنده بزن. حالا الان بعد فشاری ها. اینجا صداشو میبنده چند 5 دقیقه بعد باید همینجوری نگاه کنی. من چند بار ریف شدم اونجا یه اسکوات خوابوندم و بعد دوباره مردم و یارمونم اینجا باخت و ویدیو استاپ کردم. حالا بریم اول بریم یوتیوبشو نگاه میکنیم بعد میریم سراغ تیک تاکش. خب الان من اسمشو سرچ کردم، سیب کریتو یه کرکتر انیمه ای هم هستش، ولی خب سی ام زده بودم اینم کریتو، اگه بابا نداره اینم چیزشه، رو پی سی بود اینا. حالا کانتشو نگاه میکنیم. حالا نمیخوام کپی رایت بگیره. I am Butch Loxon. I'm a Los Angeles-based artist who. حالا من یارو ویدیو از خودش GPU خارجی. مش تدري هنا واش المحاكي داكشي فهمتي بشويه. چون این وی نداره نه؟ نه این اشتباس. این اشتباس. یه از یوتیوب بذار پس فکر کنم تو تیک تاکه. آره تو تیک تاکه، بذاریم تو تیک تاک نگاه کنیم. خب من الان بچه اسمشو سرچ کردم، کریتو. آره بگو اسمش، نمیتونم پیداش کنم. حالا اگه کسی با همچین اسمی پیدا کردم که مطمئن نیستم پیدا بشه، مثلا نکنی همشون فالوورشون کمه. کریتو دیگه یوزر زدم اینجا زدم هیچی نمیره. حالا من این چک بکنم. حالا دقیقه کنین زده نفا وی بی کینگ هدشات سی ام کریتو کی. حالا من اینجا سی ام کریتو اف اف زدم. حالا Find a way! ویدیو اینو کلیک میکنیم زده داخل یوزر سی ام کریتو رو که زدم. من حالا هیچ پیدا نمیتونم بکنم، فقط این پیدا شده. آره آخرین چند ویدیو گذاشته، آخرین ویدیوش چیه؟ اسمش همونه. Ele que falou que era descompromissado. E todo mundo sabe que eu gosto de dotado. Made up. یه رسید به کسایی دیگه. خودشه پیداش کردم. اینم از این کریتو خودشه، آدیش و پیداش کردم. خب ببینید میخوام تو این برو remember me the king. خفه شو ببینیم. خب اینم از این سی ام. حالا اسمشو دقت کنیم دیگه ببینید. الان نمیخوام کامنتو پاک کنم، خب میخوام چه فشار بخوره. خب اینم از این چندشو پیدا کردیم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. بای بای.